جهانگیر مجیدوف هم یک پهلوان آماده هست. خود را ببینید چگونه آماده میکنه در کنار تاتمی با جدوگی کبود. جهانگیر مجیدوف پهلوان 22 ساله تاجیک از سمت راست تصویرهای ما هست. بیکا گوینیاشویلی با جدوگی سفید ورزشگر 26 ساله گرجستان و رقابت ادامه می‌یابد. در همان لحظه اول چنگی که زد بسیار به مورد بود جهانگیر مجیدوف، ولی در بخش کار در زمین اکنون موقعیت را نباید به حریف واگذار کند، پای حریف را، و در صورتی که پا را رها میکند باید بخیزد. خوشبختانه این بر سود جهانگیر بود. جهانگیر در برابر بیکا گوینیاشویلی باید در زمین مبارزه نبرد، برعکس در بخش سراپا کار را تمام کند. این رویارویی اول جهانگیر مجیدوف با بیکا گوینیاشویلی است در میان ورزشکاران دسته وزن 90 کیلوگرم، چون که قبلتر از آن جهانگیر در دسته وزن 81 کیلوگرم رقابت میکرد و سال 2021 بود که در رقابت های بین المللی در دسته وزن 90 کیلوگرم هنرنمایی کرد. اکنون ببینیم جزئیات حرکات دو پهلوان ارزنده، دو پهلوان ماهر و با استعداد. از نگاه قامتی جهانگیر فرق میکند، یکم قامت بلندتر دارد در برابر بیکا گوینیاشویلی، ولی از نگاه دستاورد و افتخارات بیکا فرق کننده است. این اصولش چیزی نبود. بیکا گوینیاشویلی که جواب کرد، اشتراکچی بازی های المپیک، قهرمان جهان، 3 کرات برنده گرند سلم است بیکا گوینیاشویلی، و جهانگیر مجیدوف هم در کارنامه مدال برنجی گرند سلم را دارد. و یک وزری خیلی نزدیک به وزری عملکرد جهانگیر مجیدوف و کمکاری بیکا اگر به نوبت گرفته شود نتیجه برابر می شود، ولی داوران در این مورد خاموشند. بیکا را از صد راه بردارد اگر جهانگیر کار شد خواهد شد کارستان. ببینید اجرای اصول میکند با سمت راست. فقط احساس پیروزی کردن در کار نوابسته از آن که ورزشگر قدرت و متانت و شهرت جهانی دارد، ولی از پای حریف نباید چنگ زد، چون که این خلاف عمل خواهد بود، خلاف قاعده های جدا خواهد بود. ولی تا اینجا مدت 2 دقیقه جهانگیر بسیار خوب مبارزه میبرد در برابر بیکا گوینیاشویلی شعله‌دار. اکنون موقع قپیدن بسیار خوب و چیمتک و همان اصولی، ولی ببینید اینجا کار برعکس شد. با یک اشی برای بیکا گوینیاشویلی پای جهانگیر را چنگ انداخت و امتیازی کامل ایپان را به دست آورد. به هر حال امروز جهانگیر مجیدوف بسیار خوب هنرنمایی کرد، 2 حریف را با امتیازی کامل ایپان مغلوب کرد، ولی در دور سیوم بازنده شد در برابر بیکا گوینیاشویلی.